از من با یک ویدیوی گشتن آراتین اومدیم با پارت 1 هارت آف آیرون. خب بچه تو این سری که قراره درست کنم اگه بتونم درست کنم، ما قراره ژاپن رو بعد امپایر اف ژاپن و چیزمون اینه که کل ایجا رو در دستمون میگیریم با حالا بیشتر. خب اصلا من تاکتیک رو نشون میدم اینه که اول بتونیم که سریعترین حالتی که میتونیم چاینا رو بزنیم که بتونیم وقتی که جرمنی داشت این سوویتو میزد دیگه، حداقل به اون موقعی که نرسیم که دارن میبازن جرمنی، به اون موقع حداقل تا آخرین حالتاشون میرسن ما میتونیم به بجنگیم وش اینجوری ما میبریم و حداقل یه ذره از این قسمت سایبریان رندشون رو میتونیم بگیریم. بعدش با جرمنی بجنگیم تا بتونیم بگیریمش. البته من تو این کل سری نمیخوام با جنگ با الایز بکنم، پس یه ذره سخت میکنم. برو که بریم. خب بچه این اسک این یک چیزی بود من میزدم. آره ما اینجا ژاپن رو داریم با یک سایز عادیه سربازشون خیلی داغون و خیلی درست کنیم، مثلا سرباز شیدنشون که سرباز هستشونه نیاز نیستن که آدم تو یه دونه دیویژن باشه. اینو ما کمتر کنیم. آرتیل نمیدونم چقدر درست کنیم، به حداقل باید ببینیم که خوب کنیم. ریسورس نداریم چون رسما یه آیلند بدبختیم. توی جنگ دوم میتونیم سیویلیان بریم، یعنی یه حالت همون دیموکراسی. میتونیم بریم به ساپورت کودوها فکشن که میشه چی نمیدونم، به یه چیز میرسیم. این رشد کودوها پنج اینجا این که کمونیسمه، پس این زادش فکر کنم چون آره دیگه جنگ باشه. آره این اصلیشه، این برعکسشه. اینجا در مقابل کودوها فکشن اینجا ساپورت میکنیم. کودوها فکشنو اینجا قرار با چاینا و این چرت و پرتا بهش باشیم و جنگ نریم، به جاش بریم با سوویت ادابت. آره یه جورایی آره این ور قراره خودمون رو بزرگتر کنیم و چاینا رو به چاینا بتیم بکنم. آره حتی نتونیم ساپورت کنیم ایندیان ایندپندنس لیگ. آره ایندیا رو آزاد کنیم از دست بریتیش. آره اینجوریه. پس ما قراره این پتو بریم چون میخوایم هیستوریکالش بکنیم. بعدش هم ما آنچنان ساید خفنی نهاریم برای چیزش نکنیم. برای همین میگم به آرتیل نمیکنیم. یه دونه فکتوری رو آرتیلی داره، برش هم 2 تا خیلی اصلا خیلی کم. حداقل من اوکی چقدر اینو چه خوبیه. تانک نیاز نداره به هیچ عنوان. تانک الان نیاز چه به دردمون میخوره. تانک الان گان داریم 16,000 تا، اینا رو هم درست میکنیم. حتی اینو به جاش بده به این این سر این نیاز الان اول اوکی جو. نه اینا نیاز نداره با اینکه خیلی هاشون نزدیک تموم شدنه، ولی بازم نیاز این چیز به درد خور به نیوون بدیم، نه چیزای آشغال فقط پرش کنیم. خیلی فرق داره. یکی میره یه چیز آشغال درست میکنه پر میکنه، مثلا 100 تا کشتی داره ولی همشون آشغالن نمیتونه بجنگ. یکی میره 50 تا نیوی داره خفن تره. پس ما قرار بریم 50,000 استراتژی 50 ساب اینا میذارن چون چون فرقی نداره چه آشغال باشن چه خوب به حال خفن هست چون نیازشون داریم. مثلا چون ژاپن کروزر سابمرین اول بازی داره و البته ایر فورسمون هم باید درست کنیم خیلی داغونه اونا. اما مثلا کاماکازی اینه کاماکازی اون 100% درست اما نکنید جنگ بعد نه ولکن جنگ چیز بعدی نه که همه چیزی که توی این نشه میخوایم سیویلیانه فکتوری قرار پر کنیم چون نیاز داریم حداقل برای هر ساختمون 15 تا داشته باشه. اوکی آنچنان آپدیتد هم نیستیم از گانا این چرت و پرتا. بعد تا 1938 خودمون رو آماده کنیم تا بتونیم بجنگیم چاینا. از گانامون خیلی نیاز داریم چون اولش اصلا نمیتونیم بجز این پنتریکال کنیم. و دیگه چی نیاز داریم؟ چی نیاز میتونیم داشته باشیم؟ حتی من یه مادی ریختم که تا 1950 میره یه جوری. آره سلاحی قوی تری داریم ولی خب بازم اونچون فرقی نمیکنه. این تویوتا
تویوتا سوکی. اوکی آرتیلرون قوی تر احساس میکنه. آنتی تنگ نیاز نداریم، آنتی هم نیاز نداریم چون چاینا چون ایرفورس قوی نداره. اوکی همه هیچ آپدیتد نیستیم. اوکی خوب این هم میبریم جلو. همین رو نیاز داشتیم. از کی بخریم که به دردمون نمیخوره فعلا. همه اینو به دردمون خواهیم که از این بیتش ملای. حالا ما درست کنیم. اولا نیاز اوه شد نمیتونیم این رو رست کنیم. فاک جوبیش چقدر ما شیدان داریم. من کدوم شیدان اصلیه. نه این شیدان خوبیه. روسو شیدان. این شیدان بدیه. اینا چون کتو این خوبه. یه چه فرق به روسو داره. آن روسو خیلی بدتر. بخش منظور تو کست. آره شیدان این خوبه. شیدان خوبیه برای همین نیازش داره. حالا اینا همه جوبی شیدان ها نه اشتباه دارم ببخشید. تبدیلشون کنید توکوستسو شیدان. اینا رو نمیتونیم تغییر. اینا رو میتونیم تبدیل بدیم میکنیم بهشون به شیدان اصلیمون. اینا رو هم تبدیل میکنیم چون تانک نداریم. اینا هم تبدیل میکنیم به این چهارتام چون نمیشه فعلا ترکیبشون کرد با بقیه میاریمشون یه جای دیگه و میذاریمشون تو توکیو بمونن. همشه همین کار میکنم با اینا که نمیشه عوض کرد. راحت همین کاره. اینا رو هم بهشون یه کاماندر میدیم. کی بهتره؟ هیسایچی و جنرالشون تومویوکی یاماشیدا. اینا از سرباز هستیم. اینا رو ما میریم تو منچوریا ترینشون کنیم تا وقت حتی ترین هستن بهتر میکنیمشون به هر حال. و نیاز داریم ستاپتون کنه سرباز دو بیشتر بیاریم. 2 میلیون آدم داریم. حتی آپدیت داده بازی. تو آپدیت جایش 2 میلیون اول قبلا 6 میلیون بود. رو سخت کردم بازی ها. اون آپدیت های جدیدی اومده. سکشن 3 دیگه شده. خب بچه ما میریم یه لحظه تایملاین رو بریم روی اسپید. بعدش میریم اینجا آخه کاری نرمشون نشوندم. روی اسپید میریم یه کارهای خودم انجام میدم پشت صحنه و بعدش میریم. برو بریم. اوکی بچه ها من یه کارهایی کردم. الان دارم نیویون رو ترین میدم و یه چند دیدین خودتون تو اسپید. حالا یک چیز کوچولو همه هواپیما رو فروختم چون هواپیمای خودشون خیلی قوی نیستن. لکه فقط پر میکنن چیزا رو اسمشیه ایرپورت ها رو. برای همین بعدم پلین خودمون درست کنیم. و در مقابل چاینا چون ایلبرینی هم نیاز داریم فقط کروزر ساپورت نیاز داریم و شروع کردم به کروزر سامرین درست کردم و بقیه چیزا و برای خوب پیش میره. خوب پیش میتونیم بریم جلو. من فقط با حواسم به ویدیو باشه که طولانی زیاد نشه بگنه. بله پارت قرار کوتاه ولی زیاد. چند تا پورت باید سرم شب بزنم ولی پارت های کوتاه. اوکی اینا رو الان میگم ترین کنم که قوی تر آرم اکسپنشن هم گرفتیم. خوبه هرچی قوی تر شه آرمیمون اول بهتره. و تا وقتی که هنوز نمیتونیم مدل های جدید بقیه تا چیزام درست کنیم من یه ذره سابمرین رو زیاد میکنم چون 63 تا خوبه ولی خب خیلی داشتن outdatedن و الان به درد نمیخورن. دقیقا میتونن پر کنن ولی خب قدرتی ندارم برای کشتن. مثل اینه که یه دونه آدم رومی رو بیاین مال رومن امپایر بیاین بندازین دو مال در مقابل مثلا یه سرباز سوویت الان هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینم دقیقا همونه. خب مشکل اینه که ایر رو بعد جوشی کنیم. من ایرمون هم میدونم من چی کار کنیم. اوکی میتونیم بذار از این آدم ها رو انتخاب کنیم و اینه که کجاستم آفیسر کورپس. ما نیاز داریم یک دونه آدم چیز هواپیمایی که به همون ایر اکسپریانس بده و بتونیم هواپیمای خودمون رو درست کنیم. هولی شیت چرا گرند بتل داکترین ندارن؟ این بدترینه. این خب بگیم این بدتر از اینه ولی خب این اوکیه.
این اوکی، اینم اوکی. این یعنی اگه بخواین زیاد رو تانک چیز نگاه، این بهترینه، چون آرتی یه چیز راحتی ساختم و تمام میتونیم به هر نیرویی هم بدین. این چه؟ اگه سوپر آین بر جنگ تو کشور خودمون یه جای دفنسی. آره یه مدل دیگه سوال من همیشه رو اینم، اگر میخوام شاید یه جرمنی باشه سرسر رو اینم، چون جرمنی با تانکاش معروف شد و اینم تنها داکترینه که خیلی خوبه با جرمنی. اگه با مثلا ژاپن باشیم سرسر این بهترینه، سوپریر فایر پاور دکترین. استریل پاور بعد سایتا مارینمون هم ببریم جلو، ایرمون هم حالا فعلا نره، ناوالمون هم بعد از رو بیس استرایک برداریم بکنیم فلیت بین. آره کار هنوز خیلی زیاد داریم ولی فکر کنم میتونیم درستش کنیم تو این پارت، حداقل سعی می‌کنم بیشترین کار رو بکنم قبل از اینکه پارت تموم شه. اوکی جرمنی از اون چیزی خاص جالبه. از مهم دیگه هم هست اینکه لاجستیک کمپانی بگیم، چون نیروامون تو چاینا قرار خیلی چیز کم بیارم. اسمش سپلای یا همون وسایل خورد و خوراک و تیر و اینا، اونم پس مهمه و دیگه چیز دیگه نمونه. همین بود فعلا، ولی خب هنوز خیلی کار داریم. بعد هم ایندوستری بهتر کنیم، سربازا بیشتری بیاریم، چون 19 تا 100 سال قرار نیست در موقع چاینا بجنگن. اینا میتونم بسازم سرباز. چقدر نیاز داریم؟ نه که اول خواهم این تیم اولیمون 19 تاست، پس این 5 تا میخواد. اینو اول درست کنیم، 5 تا اینو بیاریم که یه تیم کامل داشته باشیم. در حین ایشون یه 20 اوکی 14 تا هم درست کنیم که باز یه تیم دیگه هم باش درست کنیم. این هم بزنیم تو هیروشیما. اوکی توپیان که کپیچولیت شد. اوکی حتی من ببینم چجوری میشه زد، چون سوویت تو سایبرلندش آنجا سپلای نرم، هم برامونا بعد هم برامون. اوه چه جالب ما اوه از اینا داریم چیزی میگیریم. آنها به کشور دیگه بس. آره همه جوری که بزنیم بهتون نشون بدم. اگه میبینید اینجا اصلا یه دونه اینجا دارم، یه دونه اینجا، یه دونه تو ولادیوستوک و یه دونه تو منگولیان دارن که اونا بخاطر چیزش خیلی سخته، چون خیلی ریلوی کم دارن. مثلا یه ریلوی فقط کلا از اینجا رد میشه که برسه به اینا از مسکو 100%. و پس یعنی اگه ما بتونیم ریل خوبی داشته باشیم و بتونیم این ریل اصلیه رو بزنیم مال اونا رو، اونا دیگه هیچ سپلای نمیگیرن، پس یعنی راحت میشه سابیه رو گرفت. ولی باید یه جوری این چه اتفاق افتاد؟ اوکی ما ربطی نداره در مورد این دوتاست. چه جالب بوردر کلش کردم اولین بار هم اینا هم چی کار میکنن. اوکی حالا میریم مانچورین پروژکت و دوتا دیگه چیز گرفتیم که سرسا میخوام بذارم توی موترایز یا تراک همون که بتونیم یه هوی هیتر داشته باشیم توی چیزمون. سرسا قرار سرباز عادیمون بخوام آنچنان بریک توی درست کنم. پس اینجوریه. اوکی خوب داره میره. ما دوباره بریم یه اسپید برم یه کارایی بکنم بهش ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. اوکی بچه من یه کارایی کردم، یه ذره اسپایمون رو توی چاینا بهتر کردم، کلابریشن گاورنمنت بزنیم که وقتی داریم میجنگیم حالا دیگه نانجنگ و شنگهای اینجور شهر رو گرفتیم لازم باشه تا ته بزنیم تا این قسمت ها دا بریم. این خیلی خوب میشه و اعلام جنگ دادیم برای اینا که چند روز دیگه درست میشه، ولی تو پارت بعدی این کار میکنیم. آره تو پارت قبلی به اینا جمع نمیکنیم و حتی 3 نفر فرستم تو اسم این که یه جایی اکسپریانس ببینم که سربازامون چقدر قویان و حتی شروع کردم به پیدا ریسیس کردن شاک تروپرز که بتونیم یه سربازایی داشته باشیم که بتونن بجنگن، یعنی یه حالت مثل تانک فقط سرباز. آره این کارا رو کردیم که ببینیم چی میشه. آره یه لحظه بایسته من یه چیز ببینم. اینجا میتونیم یه دونه چیز استفاده کنیم. من از خود چاینا میگیرم. خب بس ببینیم. خب بچه لاک و سابیتون نره تا یه پارت دیگه. Peace out.